به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، با فرا رسیدن عید قربان همگان سوال های زیاد پیدا میکنند. آیا کی ما قربانی کنیم و چرا قربانی کنیم؟ کدام مال را ذبح کنیم؟ و این گونه سوال ها از جانب تماشابینان خیلی زیاد آمده می رسد و از این لحاظ امروز ما تصمیم گرفتیم با داملو سهراب عادلیان در مورد عید قربان و قربانی صحبت داشته باشیم. داملو، شما را خوش آمدید میگویم. سلامت باشید، خوش باشید. سر اول درباره قربانی کردن حیوان و چگونه حیوان را میتوانیم قربانی کنیم یک کوتاه معلومات میگفتید داملو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، قربانی یکی از شعائر اسلام است، یکی از عملهایی که الله سبحانه و تعالی بزرگ شماریده است. فصل لربک وانحر، به خاطر رازگی پروردگارت نماز گزار و قربانی کن. الله تعالی قربانی را با نماز که ستون دین مقدس اسلام است همسایه ذکر کرده است. و قربانی از سه مال ها می شود: شتر، گاو، گوسفند با دو نوعش. یعنی شتر دو نوع است: شتر دو سنمه و شتر یک سنمه. گاو دو نوع است: گاو و گاومیش، قطاس هم میگویند. گاوهایی که در تخت پشتش مانند شتر یک سنمه سنم دارد. و گوسفند هم از دو جنسش، یعنی بوز و گوسفند. آیا قربانی کردن حتمی است و یا اختیاری؟ در مسئله حتمی و اختیاری بودنش، یعنی در اصطلاح شریعت این را واجب یا سنت میگویند. یک قسم علما گفتند واجب است و یک قسم علما سنت گفتند و قول صحیح واقعا واجب است، برای آنکه در صحیح بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من ذبح قبل الصلاه فلیذبح شاة مکانها. کسی که پیش از قربانی، یعنی پیش از عید قربان، اگر قربانی کند فلیذبح شاة مکانها، یک گوسفند دیگر به جای این قربانی کند گفتند. و من لم یذبح فلیذبح علی اسم الله، اگر کسی که حالا قربانی نکرده باشد تا نماز عید، پس بعد نماز عید با نام الله تعالی قربانی کند گفتند. اگر واجب نمیشد، آدمی که پیش از نماز قربانی کرد و ایرا امر نمیکردند، چون که یک صحابه نافهمیده پیش از نماز عید قربانی کرده است. این قربانی وقت و ساعت دارد، حد و حدود دارد. بعدی سلام امام از نماز عید تا دویم روزی بعد عید یا سوم روز، مسئله اختلافی است، یعنی که آخری وقت هست، ابتدای وقت است، آخری وقت است. غیر این دیگر وقت قربانی نمیشه. یعنی اگر پیشتر قربانی کند اون به قربانی داخل می شود یا نه؟ اگر پیش از اون به قربانی داخل نمیشه. قربانیش از قربانیش فقط همین قدر که همون گوشت میخورد، تمام ثواب قربانی نیست، ثواب نمیگیرد. بنابراین این صحابه پرسید که یا رسول الله، من پیش از نماز عید قربانی کردم. گفتند که دیگر قربانی کن. و در این حدیث با امتن در صحیح بخاری و مسلم آمده است که کسی که پیش از نماز عید اگر قربانی کند، دیگر گوسفندی را قربانی کند گفتند. اگر این سنت میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن امر نمیکرد. یعنی وقتی ذبح کردن مال کدام وقت است داملا؟ وقتی ذبحش بعد نماز عید، پیش از نماز عید جایز نیست. حتی مثلا امام نماز عید خوانده ایستاده است، کسی بی نماز مثلا به عید نآمده است، یا زنها
مثلا به عید نآمده سالان که زنها هم باید قول صحیح به عید بیایند، واجب است عید با آمدن. اگر کسی در وقت خواندن نماز عید هم اگر قربانی کند قربانیش باطل است، یعنی به قربانی حساب نمیشد و هم تو گوشت است. باید بعدی سلام امام، حتی بعض علما میگن که اول امام باید قربانی کند، میگن حتی بعض علما میگن که امام باید قربانیش به مصلا بیارد، یعنی به عید را که در مسجد اصلا باید خوانده نشد، عید در یک صحرا میخوانند طبق سنت، طبق شریعتی تازه باید عید را در یک صحرا، در یک جای وسیع خوانده شود و به همانجا امام که پیشوا هست مردم به قربانی امر میکند، او جاینشین پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میراثخوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از مردم دعوت به قربانی میکنه، باید قربانیش بیارد و در حضور مردم قربانی کند میگن بعض علما. بعد این ثانی دیگرها قربانی کند میگن. بنابراین جایز نیست پیش از نماز عید قربانی کردن. اینچنین دلیل میبیارن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را که در سنن ابن ماجه و مسند امام احمد آمده است: من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. گفتند کسی که اگر قدرت قربانی کردن دارد و قربانی نکند به مسجدهای ما نزدیکی نکند. گفتند این حدیث حافظ ابن حجر گفتند که در فتح الباری رجال اسنادش ثقات است گفتند و شیخ البانی هم حدیث را حسن گفتند، حاکم حدیث را صحیح گفتند. یعنی اگر این حدیث صحیح باشد واقعا دلالت صریح میکند که کسی قربانی امکانیت قربانی دارد و نمیکند به مسجد نبیاد. گفتند یعنی بسیار یک تهدید، یک تنقید آن آدمی که پول دارد و قربانی نمیکند، دلالت به واجبیت میکند. میگم خیلی خوب. و اینجا یک سوال دیگر آمده است، دوملا میپرسند که ما گاو قربانی کردنی هستیم، چند نفر میتوانیم شریکی کنیم؟ قربانی را اگر گاو یا شتر کردنی باشند اجازت است که 7 نفر شریک شوند، یعنی 7 عائله، 7 سردار عائله میتواند شریک شود. در صحیح مسلم آمده است که حضرت جابر رضی الله عنه گفتند که خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم مهلین بالحج، ما همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم با نیت حج به سفر برآمدیم. فامرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نشترک فی الابل والبقر كل 7 منا فی بدنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را امر کردند که در هر یک شتر یا گاو 7 نفری شریک شویم. یعنی اجازت است که 7 نفر یک جای شده یک گاو یا یک شتر قربانی کنند. از این زیاد اجازت نیست. 8 نفر شدن ممکن نیست. 6 نفر، 5 نفر یا 1 نفر حتی قربانی کند می شود. بله. دوملا یک سوال علاوگی هست. بسیار امروز ها سوال بالای سوال می شود، آنهایی که مثلا از 2 زیاد زن دارند برای آنها نیز یک حیوان ذبح کرده می شود یا اینکه وابسته به مثلا چند عائله داشته باشند وابسته به آن است؟ آن آدمی که 2 عائله دارد، مثلا دو همسر دارد یا بگذار 4 همسر هم داشته باشد، یک گوسفند قربانی میکند. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هذا عن محمد و عن آل محمد، این قربانی از نام محمد است و از نام اهل و عائله محمد است صلی الله علیه و سلم. حالا که 8-9 زن داشتند صلوات الله و سلام علیه، از نام همه آنها یک گوسفند کفایه است. خیلی خوب. و امروز فکر میکنم که آنهایی که سوال در ذهنشان بود به سوال های خودشان جواب گرفتند و با سوالی دیگر آمده است. گوسفندی 8 ماهه را میشود که قربانی کنیم؟ از شما میپرسند. گوسفند در نزد جمهور علما باید 1 ساله باشد، مانند بز. بز اگر تا 1 ساله نباشد، پر 1 ساله شده به سال دوم قدم گذاشته باشد، بعد قربانی کرده میشد. حتی بعض علما گفتند که روز عرفه مثلا اگر بز تولد شده باشد، روز عید قربانی کرده میشد، برای اون که 1 سال و 1 روز میشد. یعنی که بز باید 1 ساله پره باشد. اما گوسفند در نزد جمهور علما گوسفند هم 1 ساله پره باشد، لیکن فقط یک نوع گوسفند را اجازه دادن که از 6 ماه بالا قربانی کرده میشد گفتند.
و بعض علما رحمت الله علیهم گفتن که گوسفندی که 6 ماه بالا هست و اجازت از قربانی کردنش گوسفندی دنبه‌دار گفتن. اگر بی دنبه باشد مانند گوسفندهای استرالیا مثلا اینها، یعنی که از 1 سال پایانش نمیشد. اگر دنبه‌دار باشد از 6 ماه بالا باشد میشد، یعنی 6 ماهه پره شده باشد گوسفند اجازت است. گاو خیر 2 ساله پره باشد. شتر در نزد اکثر علما 5 ساله پره شده به 6 قدم گذاشته باشد. و بعضی علما گفتند که اگر شتر در چراگاهی که مثلا بسیار سیر علف از خورده چریده باشد و صاحب گوشتی زیاد باشد 4 ساله پره شده به 5 قدم گذاشته باشد اجازت است گفتند. ولی که اکثر علما میگن که تا 5 ساله پره نشود قربانی کردن شتر اجازت نیست. داملو حکمتش در چی باشد و یا چی دلیل است که برای چی ممکن است گوسفندی که تا 1 ساله نشده است، یعنی گوسفندی از 6 ماه پایان؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم حد و حدود گذاشتند. مسنه گفتند. گوسفند مسنه، شتری که به کمال رسیده است و گاوی که به کمال رسیده است گفتند. بعد مراد را مفسرها علما تفسیر کردند که یعنی که گاوی 2 ساله، شتری 5 ساله و گوسفندی 6 ماه بالا یا بوزی 1 ساله بالا. بعضی علما در حکمتش میگن که در همین وقت گوشتش با لذت‌تر میشود و سرگوشتر میشود میگن. اما تا این دم یعنی کمبودی در گوشت او دیده میشد میگن. والله اعلم. خب به سوال دیگر میگذاریم. آیا بوز کوهی یا شترمرغ قیمتش از گوسفند هم بالا است، آن را قربانی کردن ممکن است؟ نه، بوز کوهی، شترمرغ، اسب، آهو با تمام انواعش، اینها اگرچه گوشتش حلال است اینا قربانی کرده نمیشد، برای اینکه الله تعالی من بهیمة الانعام گفت. بهیمة الانعام در حدیث هم آمده است و در مفسرها در زیر تفسیر این آیات گفتن که الله تعالی خاص کرد این نوع حیوان ها را، یعنی گاو، شتر و گوسفند را، اینا به بهیمة الانعام می دارد. بنابراین مذهب جماهیر سلف و خلف از جمله 4 امام ها میگن که غیر همین 3 نوع حیوان در قربانی و در هدی حاجی ها در مکه قربانی میکنند. غیر این 3 نوع حیوانات دیگر حیوان ها اگرچه گوشتش حلال است قربانی نمیشد. در غیر قربانی مثلا یک آدم برای ثواب یک آهو صید کرده آمده است، گوشتش به مردم خیر و سخاوت کرده است، بله او ثواب میگیرد، ثواب صدقه میگیرد. لیکن قربانی ببینید وقت و ساعت دارد، مالهای مخصوص دارد، سن و سال مخصوص دارد، با از بیماری ها سالم باشد. مثلا غیر قربانی یک روز یک آهوی شکار کرد که یک شاخش شکستگی هست، مثلا هیچ گپی ندارد، آهوی مثلا ذبح کند و گوشتش به مردم تقسیم کند، ثواب میگیرد. لیکن این قربانی نیست. قربانی یک برای خود خصوصیت های دارد. و کی باید قربانی کند؟ بسیاری ها میگویند که خود انسان خودش ذبح کند مال را ثوابش زیاد می شود میگویند، و اکثریت دیگر میگویند که قصاب هم ذبح کند می شود. سنت این است که هر یک آدم قربانی خود را اقلا سرش را خودش گیرد. بسم الله الله اکبر هذا اضحیت فلان ابن فلان، به نام الله، الله بزرگ است، این قربانی فلانی پسری فلانی از اهل و عائله اش گفته سرش را برد، بعد باقی ماندهش را میتواند قصاب میده کند. این سنت است. اگر نتواند میتواند قصاب را یا شخص دیگر را وکیل گیرد. یعنی که یگان دعای مخصوص هم وقتی ذبح کردن گفتن لازم است یا خیر؟ دعای مخصوص یعنی که بسم الله الله اکبر هذا عن محمد و عن آل محمد گفتن جناب رسول الله صلی الله علیه و این از نام محمد است و از نام اهل و عائله محمد است. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم نیت را با زبان گفتند. بله.
در حج و عمره هم نیت را با زبان گفتند. در همین سه عبادت، یعنی در حج و عمره و در قربانی ها، حتی در عقیقه هم که همش قربانی هست، در اینها نیت را با زبان هم گفته میشد، هم با قلب هم با زبان. سهراب جان، داملا میگفتید که مثلا مردم، اکثریت مردمی که امروز ما رو تماشا میکنند، آنها شاید به زبان عربی گفته نمیتوانند. آیا ممکن جایز است که آنها به زبان تاجیکی گویند این دوها رو؟ یعنی گویند که از عائله فلانی این ذبح قربانی از عائله فلانی گفته مثلا ذبح کنند قبول می شود، یا مخصوصا به زبان عربی گفتند شرط است؟ نه، بسم الله الله اکبر رو به زبان عربی گویند، اما باقی موندهش رو میتوانند از نام فلانی ابن فلانی، یعنی یک کلمهش تاجیکی، باقی موندهش با عربی از آخر از فلانی فلانی گفته نام و نسبش رو میگیرد. تمام. خب سوال دیگر اینجا آمده است، قصاب به جای مثلا به جای پول گوشت طلب کرد از آن صاحبی که قربانی میکند، آیا جایز است؟ به قصاب باید اصلا گوشت داده نشود. در صحیح بخاری، امام بخاری هم یک بابی گذاشته، گفتن که باب لا یعطى الجزار من الهدی شیئا، باب در این باره که از قربانی به قصاب چیزی داده نمیشد. چون که در حدیث بخاری هم آمده است، حضرت علی رضی الله عنه گفتن که امرنی النبی صلی الله علیه و سلم ان اقوم علی البدن ولا اعطی علیها شیئا فی جزارتها. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا امر کردند که شترهای پیامبر صلی الله علیه و سلم را قربانی کنم. 63 تا شتر را خودشان قربانی کردند، باقی مانده 37 را به حضرت علی سپاریدند، وکیل کردند، گفتن باقی مانده رو تو قربانی کن. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم 100 شتر قربانی کردند، حالا که هفت یک شتر را قربانی کنم میشد، از 7 یک قسم شتر را، یعنی به یک شتر شریک شوند با همراهی 6 نفر دیگر میشد، لیکن 100 شتر قربانی کردم. دلالت به کرم ایشان میکنند صلوات الله و سلام علیه. و حضرت علی را به قربانیشان وکیل کردند و گفتند که به قصاب چیز نده. گفتند مراد این که به قصاب گوشت یا یگان چیز از پوست و پای شتر داده نشود، و بلکه مزد داده شود، مزدش را داده شود. مثلا مزد قصاب اگر مثلا $50 باشد، مزدش دادید، 100% داده شدید، لیکن با علاوه اگر گوشت دهید میلی. لیکن اگر مزد قصاب $50 باشد و شما $40 دادید، بعد به $10 پوستش را دادید یا پایش را دادید، این نادرست است. شما اول قصاب را حقش را میدهید، بعد اگر خواهید که به قصاب صدقه کنید، اگر کم بغل باشد یا بای باشد و شناس باشد هدیه دادنی باشد مثلا، بعد اینکه مزدش را کاملا میدهید اجازت است دادن. بله، انا همین را شاید پرسیدنی بودن. بله، چون اکثریت شاید بعضی قصاب ها یار و دوستشان هست، نزدیکشان هست و بعضا میشوند مهمان میشوند و آنجا همه گوشت میخورد و قصاب نگاه کرده میشند. از این خاطر همین سوال بسیار سوالی نازک بود و اکثریت این رو میخواستن جوابش رو بگیرند. برای چی شریعت منع کرد که به قصاب مزد دهیم و به گوشت ندهیم؟ برای آنکه نشود که مثلا غالبا قصاب ها 2 کیلوگرم گوشت میگیرن، برای مهنتشون میرن یا پوست و پاهایش رو میگیرن، بعد آنها جمع کرده میفروشن مثلا. و بعضی ها به همین عادت کرده است. در غیر قربانی اجازت است، لیکن در قربانی، در عقیقه اجازت نیست. برای چی؟ برای آنکه شما گوشت قربانی را فروختید، گویا که فروختن گوشت قربانی ممکن نیست. او هدیه از او ثواب است، او را برای خودتان ذخیره میکنید، میخورید، برای آن کس هدیه میدید، برای آن کس صدقه میدید، لیکن فروختنش اجازت نیست. وقتی که شما به جای مزد قصاب گوشت دادید، گویا که شما گوشت را فروختید. برای همین شریعت منع کرد. بنابراین وقتی که مزدش را پول را با پول نقد دادید، بعد از آن میتوانید هدیه یا صدقه برای قصاب از گوشت و پوستش دهید. والله اعلم.
خب تشکر. و اینجا باز سوال دیگر آماده رسیده است، میگویند پوستش را چیکار کنیم مال ضبط شده را؟ پوستش را اگر خواهند استفاده برند، اگر خواهند هدیه کنند یا صدقه کنند. یعنی یگان فقط که به قصاب چه خیلی که گفتیم غالبا قصاب ها پوست را میگیرند و به عوض همین پوست یا مزد قصابیشان را نمیگیرند یا کمتر میکنند. همین خیلی نشود، یعنی مزد قصاب را پر را داده به قصاب هدیه کنند هم میشد، صدقه کنند هم میشد به کسی دیگر، یا خودشون استفاده برند هم میشود. یعنی که به قصاب هم هدیه کنند شدن میگیرند میشود بعد دادن مزدش. بله. و اکثریت امروز داملا از هر دولت های دنیا مبلغ را برای ضبط مال روان میکنند. آیا همین هم جایز است؟ یعنی خودشان در بعضی کشورهای هستند که آنجا ضبط کردن منع است. آیا میتوانند که مبلغش را به دیگر دولتی که در آنجا ضبط کردن ممکن است روان کنند؟ بله، میتوانند مال قربانی را به دیگر شهر فرستانند تا اینکه در آنجا وکیلشان یک آدم وکیل میکنند که تو از نام من گوسفند خر و آن را قربانی کن و به فلان جاها تقسیم کن، گفته یک آدم را وکیل کرده میتوانند. خب به همین مانند داملا یک سوال دیگر آمده است. از روسیه پول فرستادم تا آن را گرفتند و گوسفند خریدند. روز عید و یک روز دیگر گذشت، چند قربانی کردن ممکن؟ اگر مثلا روز عید قربانی کرده نتوانند، بعد عید 2 روز به یک قول و 3 روز به یک قول اجازت است. چون که در حدیثی که امام احمد رحمت الله علیه روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق ایام ذبح است. گفتند هر روزی که روزی ایام تشریق است. تشریق، ایام تشریق روزهایی که حاجی ها در مینا هستند. در مینا روز عید هستند و 2 روز بعد عید هستند و 3م روز روز اختیاری هست. کسی خواهد می ایستد سنگ بزند، کسی نخواهد روز دوم، یعنی غیر روز عید دوم روز، یعنی روز عید 10م روز 11 12 ذوالحجه تا آفتاب نشستن باید ترک مینا کند. از مینا که برآمد روز 3م برگردنش سنگ زدن واجب نیست. کسی اگر پیش از آن که آفتاب نشیند از حدود مینا نبراید، در مینا باقی میماند و روز 3م سنگ میزند. اینا ایام تشریق است. تشریق از کلمه خشک کردن پوست گرفته شده است. این 3 روز، روز عید هم ایام تشریق است میگن علما، برای اینکه قربانی را میکردند و پوست آن را در بالاهای درخت تنوک میکردند، نمک میکردند، با هر نوعها پوست را خشک میکردند. تشریق پوست را به آفتاب گذاشتن، یعنی آن را در آفتاب خشک کردن را میگن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ایام تشریق ایام ذبح است. ایام تشریق روز عید است و 3 روز عید است، 3 روزی بعد از عید. بنابراین امام حافظ بدرالدین عینی، این که از یکی از علمای مذهب حنفی هستند، میگن که و هی جایزه فی 3 ایام، قربانی کردن در 3 روز اجازت است. یوم النحر و یومان بعده، روز عید و 2 روزی بعد عید گفتند. این یعنی مذهب حنفی را نقل کردن. بعد از آن مذهب شافعی را نقل کردن. ببینید امام یکی از علمای مذهب حنفی هست و در کتاب مذهب حنفی در شرح هدایه هست. یکی از معتبرترین کتاب مذهب حنفی هدایه است. این کس هدایه را شرح دادن. عنایه، در کتاب عنایت شرح هدایه گفتن که وقال الشافعی، ببینید که تعصب ندارد، عالم حقیقی متعصب نمیشد. گفتن که وقال الشافعی 3 ایام بعده، امام شافعی گفتن که یعنی روزهای قربانی روز عید و 3 روز بعد عید. امام ابو حنیفه چی گفتن؟ روز عید و 2 روز بعد عید گفتن. امام شافعی روز عید و 3 روز بعد عید گفتن. و برای چی گفتن؟ لقوله علیه الصلاة والسلام،
بنابر قول پیامبر صلی الله علیه و سلم ایام التشریق كلها ایام ذبحین، ایام تشریق همش ایام ذبح است. مادامی که همین 4 روز یعنی که عید و 3 روز همش ایام تشریق باشد، همش ایام ذبح هست. گفتگی حدیث به بناءً حدیث حسن گفتند بعضی علما، بناءً به همین حدیث گفتند که 4 روز قربانی کردن اجازت است. لیکن البته بهترینش روز عید است، تا اینکه انسان حتی به نماز عید با دهانی بسته میرد، یعنی که با دهانی روزه میرد. از عید با برگشته اولین طعامی که میخورد باید قربانی خودش با قربانی دهان گشاید. و داملا نگاه کنید، سوالی بسیار مهم و بسیار مردم انتظار شاید باشند، میپرسند که گوسفند رو، اکثریت گوسفند رو ذبح میکنند در جاهای مثلا در تاجیکستان اگر گیریم، اکثریت گوسفند رو چگونه تقسیم کنیم، چند تقسیم کنیم و کدام قسمتش رو به کی دهیم، از همین رو کوتاه شرح میدادید. تقسیم کردن قربانی یک قسم هدیه به شخصی که مثلا حاجتی به صدقه گرفتن ندارد، شخصی که مثلا زندگیش معتدل است یا پولدار هست، لیکن هدیه هم من نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه کنید تا اینکه همدیگر را دوست دارید گفتند. مثلا به خویش و تبار، به همسایه، به یار و دوست، یا آدم کمبغل نیست تو، لیکن وقتی که هدیه کی دادید این دلالت میکند که شما در قلبتان آن شخص را احترام میکنید، محبتش زیاد میشه. بنابراین یک قسمی آن را هدیه میکنید، بگذار آن قسم 1 کیلوگرم باشد، یک قسمی آن را صدقه میکنید به یک آدم محتاج، بگذار 1 کیلوگرم باشد، و یک قسمش را خودتان تناول میکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم 100 شتر قربانی کردند روز عید، و از 100 شتر خوردن آسان نیست. چیکار کردن؟ از همه شتر یک بریدگی گوشت گرفته به یک دیگ پرت افتند و از شوربایش 1 کاسه نوشیدن. یعنی انسان باید از قربانیش خورد، این مستحب است، و این چنین ذخیره کند. کلوا خورید و دخیروا، ذخیره کنید، و تصدقوا و صدقه کنید و هدیه هم کنید. یعنی این شریعت نگفته از برابری تقسیم کن، 3 تقسیم کن یا 4 تقسیم کن، برابری مثلا نگفته است. فقط این به قدری حاجت انسان. یک آدم 1 شتر کشته است مثلا، و نمیتونه همیشه خورده یا ذخیره کرده، میتونه 10 کیلوگرم 20 کیلوگرم برای خودش ذخیره میکند، باقی موندهش خیر میکند مثلا. یا آدم خودش بیچاره یک گوسفند 12 کیلوگرم یا 10 کیلوگرم کشته است، این آدم میدونه 1-2 کیلوگرمش خیر و سخاوت کند و باقی موندهش همراهی اهل و عائلش و فرزنداش شرایطش که خوب نیست خودشون استفاده برد. یعنی در این مسئله وسیع هست. بله، معمولا در تاجیکستان بسیار میگفتند که گوسفندی که قربانی کرده شد تنها باید تقسیم کرده شود، هدیه او باید تقسیم کرده شود و خودش صاحب خانه نمیخورد. و همین چی یگان جای دارد؟ برای چی این کار رو میکنند؟ این یگان جای نداره. این فقط در آدمی که در حج یا در عمره یگان محظورات احرام اجرا کرده است، مثلا موش کند است یا برای بدنش عطر مالیده است در حالت احرام، حاجی یا عمره کننده، این آدم در ذمه‌اش قربانی واجب میشد. یا مینا را شبهای مینا در مینا شب نگذرانده است. من ترک واجبا فعلیه دم. حضرت ابن عباس این کسی که واجبی را از واجبات حج و عمره اگر ترک کند بر ذمه‌اش خون برآوردن واجب میشد. انا از همین خون خوردنش ممکن نه. از گوسفند جنایت در مکه یا مدینه، اگر در مکه حاجی یا عمره کننده اگر خطا کند، یکم محظورات احرام رو اجرا کند، بعد یک ذبح جنایت برای جنایتی کردگیش یک قربانی میکند، از اون قربانی خوردنش ممکن نیست. اما این قربانی که مثلا روز عید غیر حاجی و عمره کننده میکنه از این ممکن است. از اون قربانی که حاجی روز عید قربانی میکند برای شکرانه، مثلا آدمی که حج متمتع میکنه یا حج قیران میکند گوسفند میکشد، اونا خوردنش اجازت است از اون گوسفنداشون. چه خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم 100 شتر کشتن، از آنها خوردند. لیکن فقط من برای آن آدمی که از گوشت
جنایت کرده است و بر ذمه‌اش خون واجب شده است، بعد یک گوسفند کشید، از همان گوسفند خوردن ممکن نیست و همیشه باید صدقه کند. اما از دیگر قربانی ها مانند عقیقه اینا بی‌ملال خوردن اجازت است. تشکر زیاد، الله از شما راضی باشد. بسیار موضوع خوب و جالب بود و بسیار پرمحتوا هم بود. الله پاداش نیکتان دهد و اینجا وقتی برنامه امروزه ما به پایان میرسد. الله تعالی هر یک شما را در پناه خود نگه دارد و ما انشاءالله باز روزهای نزدیک شاید باز به بعضی دیگر سوالهای شما جواب خواهیم گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.